چیکار میکنی؟ این برای پسرمو، برای خوشبختی. برای خوشبختی پسرت؟ وای چی در کاری کارو؟ اینا قمری افعال بینش آورد. پسرمو اینا خوره دلش از زنش خنک میشه و انا باید دختر خودم یافتگی کلین میکنم. من این اونجا بمونی. همین خوره دلش از زنش خنک میشه ده؟ بیا انیخ می؟ یه باید قمری افعال بینشه گرانتشه. اونجا بمونید. فعل باشد من اینا خودم میخورم. یه شما چه میکنید خورده؟ ای منم 26 سال باز تو کتی زن و شوهر کهنه شدی. میخواهم که انمین خورده دلی منم افتو خنک شود. فهمیدی؟ ما یک عائله یا؟ یک عائله؟ اوی انا همین پسرتم قتی زنش یک عائله. برای چی دیده دونسته عائلهش ویران کرده ایستادی؟ همین کلین تو به چی بدی کرد؟ اینقدر گنده میبینی؟ بیچاره از سحر میخیزد تا نصف شب خدمتت میکند. شرب و گسیل میکند بیگوی قبول کرده میگیرد. خوراکش با مزه پختگی همش نه. یگون کمبودی ندارد. برای چی قد بد میبینی همونه؟ ای همین کلین شده چو کده است یک میبل بی نور کتی اومد. بس کن. میبل؟ چی همین میبل تو به آشنامت یاد می؟ یا بر خودت فکر کن که نو کلین شده آمدی. دوتا کرپچه کتی آمدی. چی کرپچه من با معقول نیفتم من توی خانه براهات دفع کردم می؟ ای اگر خانه به میبلی فسان باشد و خوشبختی نباشد بخت نباشد وای میبل کی با در کار؟ او وقتی که پیر میشی انا همین کلین تو با دست و یاری دراز میکند. میبل نه میبل تو به آشنان نمیتید. پس در گب زنی همین کلین ما با معقول نه. معقول نه زنکی بی عقل